دوستان گرامی، حسین آجودانی هستم با 20 سال سابقه تدریس در مجتمع فنی تهران و همچنین نمایندگی انقلاب در خدمت شما با مبحث دیگری از درس اکسل پیشرفته. فرمول نویسی ایف و اند که ما میتونیم ازشون به صورت ترکیبی هم استفاده کنیم. استفاده از تابع ایف، استفاده از تابع اند، کار با ایف های تو در تو، کار با توابع ایف و اند به صورت ترکیبی. خب دوستان گرامی، همونجور که میدونید توابع ما معمولا در سلول های اکسل با مساوی گذاشتن در اون خونه و همچنین نوشتن نام تابع، پرانتز باز و نوشتن آرگومان های تابع که با کاما از هم جدا میشوند معمولا استفاده میشه. اگر شما بخواید از توابعی استفاده کنید که بر حسب شرط منطقی تصمیمی رو بگیرن و جمله‌ای رو اجرا کنند یا عبارت ریاضی رو اجرا کنند، از تابع ایف استفاده میکنید. تابع ایف معمولا دارای یک شرط منطقیه. در صورت ترو یا درست بودن اون شرط منطقی جمله بعد از ایف اجرا خواهد شد و در صورت غلط بودن اون شرط منطقی جمله دوم اجرا خواهد شد. پس بنابراین شما میتونید بر حسب شرط منطقی تصمیمی رو بگیرید. خب یک نمونه با همدیگه دوستان عزیز بررسی میکنیم که ببینیم به چه صورت میتونیم این کار رو انجام بدیم. ما یک در اصل میشه گفت شیت اکسل باز میکنیم و این شیت اکسلمون رو یک عدد داخل دو سلولش میدیم. مینویسیم اینجا، مینویسیم if اگر سلول آیک من بزرگتر یا مساوی 10 بود به من پیغام مثلا عالی رو بده. اگر نبود به من پیغام بد رو بده. خب الان در اصل میشه گفت 12 بزرگتر یا مساوی 10، پس بنابراین پیغام عالی رو باید بگیریم. حالا اگر اینجا رو من بکنمش 9، شما پیغام بد رو خواهید گرفت چون کوچکتر از 10 هستش. برگردیم به درسمون. یک مثال دیگر برای شما اینجا میزنیم، اون هم این که اگر خونه آیک بزرگتر از 10 باشه بیاد برای ما آیک رو به علاوه 2 کنه، در غیر این صورت آیک رو ضرب در 2 کنه که اگر این شرط برقرار باشه جمله آیک به علاوه 2 اجرا میشه و اگر برقرار نباشه آیک ضرب در 2. باز هم این رو با همدیگه ملاحظه میکنیم دوستان گرامی من. خب ببینید ما گفتیم که اگر آیک ما بزرگتر از 10 بود بیا آیک رو به علاوه 2 کن، اگر نبود آیک رو ضرب در 2 کن. خب الان آیک من بزرگتر از 10 نیست، پس باید 9 ضرب در 2 و 18 اینجا قرار بگیره. اگر بزرگتر از 10 بود به علاوه 2 میشد، یعنی میشد 14 و نگاه کنید خونه بالا هم تغییر کرد چون بزرگتر از 10 شد عالی. خب دوستان گرامی برگردیم دوباره به درسمون. ما ایف های تو در هم داریم. اومدیم اینجا گفتیم اگر یه شرط منطقی اگر برقرار بود جمله اول اجرا بشه، اگر نبود بیاد به این ایف. این ایف میتونه اینجا هم باشه، یعنی میتونیم یه ایف هم اینجا داشته باشیم. پس بنابراین میتونیم کارهای مختلفی با این ایف ها انجام بدیم. یه مثال میزنیم. نمرات دانشجویان طبق جدول زیر ثبت شدن. قصد داریم اونها رو بر حسب خروجی دسته‌بندی کنیم. خب نمراتشون رو اینجا داریم. میخوایم ببینیم بین 0 و 10 بده بد، بین 10 و 15 خوب، بین 15 تا 20 عالی، در غیر این صورت خارج از محدوده. خب ما یه بررسی اینجا بکنیم ببینیم به چه صورت هست. قبلا یک شیتی برای شما دوستان گرامی من آماده شده است اینجا که ما این شیت رو با همدیگه بررسی میکنیم و ببینیم به چه صورت این فرمول ها رو میتونیم برای این شیت بنویسیم. خب من اینجا قرار میگیرم در این قسمت مینویسم اگر
A2 من بزرگتر مساوی 0 و همچنین A2 من کوچکتر از 10 بود، خب همچنین اینجا نمیتونم بگم، مجبورم از یه ایف دیگه استفاده کنم و بگم اگر باز A2 من کوچکتر مساوی 10 بود بیا برای من پیغام بد رو بده. در غیر این صورت اگر دوباره A2 من اگر A2 من بزرگتر مساوی 10، ببینید اینجا کوچکتر گذاشتیم، البته مساویش رو نباید بذاریم تا یک رقمی بشه، کوچکتر از 10 رو گذاشتیم، اینجا باید بگیم بزرگتر مساوی. و دوباره اگر A2 من دوباره کوچکتر از 15، یعنی مساویش رو نمیذاریم بودش، بیا به من بده خوب. خب دوباره اگر A2 من بزرگتر مساوی 15 و اگر A2 من کوچکتر مساوی 20 بود بیا به من بده عالی. دوباره اگر نبود، اگر ببینید ما اینجا بررسی کردیم بین 0 و 10 بد، بین 10 و 15 خوب، بین 15 و 20 عالی، و در غیر این صورت باید ما بنویسیم خارج از محدوده، یعنی اگر بزرگتر از 20 بود بنویسه خارج از محدوده. خب دوستان گرامی، اینجا ما باید 5 تا پرانتز رو ببندیم و بعد از 5 تا پرانتز ببینید اینجا تا پنجمین پرانتز که میبندیم این ایف رو بستیم، یعنی عملا این میشه برای درست بودن شرط A2 بزرگتر یا مساوی 0. پس بنابراین من اینجا باید بگم اگر A2 من بزرگتر یا مساوی 0 نبود، یعنی کوچکتر از 0 بود، حالا چه اتفاقی بیفته؟ خارج از محدوده رو باید چاپ کنه. اگر چیزی بهش نگم برای من فالس رو نمایش خواهد داد و فالس رو خواهم دید. خب ببینید آخرین پرانتز رو بستم، اینجا چون 19 است بین 15 و 20 به من عالی میده و به همین ترتیب برای اینها. اگر من این رو نمی گذاشتم ببینید چه اتفاقی می افتاد. من این رو پاک میکنم و این رو دوباره میکشم میارم پایین. برای منفی 3 دقت کنید چه اتفاقی میفته. جمله فالس رو میگیرم. پس بنابراین باید به این دقت کنم که اگر اون خارج از محدوده رو من نذارم جمله فالس خواهد بود اگر چیزی براش گذاشته نشده باشه. خب برگردیم به درسمون. استراتژی منطقیمون به این صورت بود که گفتیم اگر این شرط برقراره بیاد سراغ این اگر این برقراره اینجا، اگر نیست بیاد این شرط ها رو بررسی کنه. دوباره اگر نیست این شرط ها، تا اگر نبود خارج از محدوده و اگر این هم نقض شد خارج از محدوده رو برای ما بررسی کنه. اما تابع دیگه ای داریم به نام اند که کار رو ساده تر میکنه. اند کارش اینه که بر حسب شرط هایی که ما میذاریم نتیجه فقط ترو فالس میده. در جدول اند اگر شرط اول درست شرط دوم نادرست باشد نتیجه نادرست است. اگر شرط اول نادرست شرط دوم درست نتیجه نادرسته. هر دو شرط نادرست نتیجه نادرسته و اگر هر دو شرط درست باشه نتیجه درسته. پس بنابراین باید این دو شرط برقرار باشه تا بیاد بعد رو چاپ کنه. پس میگیم if پرانتز باز and پرانتز و به این صورت شرط هامونه می نویسیم، پرانتز رو می بندیم، می نویسیم بعد دوباره این یکی به همین صورت خوب و عالی، و اگر بین اینها نبود می نویسیم خارج از محدوده. دیگه کوچکتر از صفری وجود اینجا نداره که ما بیایم دوبار خارج از محدوده رو بنویسیم. نبود بین اینها خارج از محدوده است. خب بریم این رو هم دوستان گرامی من ببینیم با هم دیگه. خب من این رو کوچیک میکنم
تا بتونم فرمولم رو اینجا برای شما دوستان گرامی بنویسم. امیدوارم تا این لحظه لذت لازم رو از درس ما برده باشید. خب بنویسم مساویه if تو پرانتز and خونه A2 بزرگتر مساوی 0 و همچنین خونه A2 کوچکتر از 10 بیاد به من بده بد رو. اگر دوباره and حتما این اند ها رو باید بذاریم، خونه A2 بزرگتر مساوی 10 و خونه A2 من کوچکتر از 15 بیاد و برای ما بنویسه خوب. و اگر باز دوباره پرانتز باز خونه A2 من بزرگتر مساوی 15 و خونه A2 من کوچکتر از 20 هستش، کوچکتر مساوی 20 برای من بنویسه عالی. در غیر این صورت برای من بنویسه خارج از محدوده. خب 3 تا پرانتز باز کردیم، 3 تا پرانتز هم ما باید ببندیم. پس بنابراین 3 تا پرانتزی رو که باز کردیم به این صورت ما با 3 تا پرانتز خواهیم بست. دقت کنید یه پرانتز اینجا باز شده برای if and که اینجا بسته است، and اینم بسته است. یه پرانتز هم اینجا باز کردیم برای if، یه پرانتز هم برای if باز کردیم. البته اندش رو هم ننوشته بودیم که اندش رو هم حتما باید بنویسیم و پرانتز آخر رو اینجا بستیم. شد عالی. حالا نگاه کنید، دقت کنید، این اگه بکشید بیارید پایین برای همه اینها میدهد، حتی برای اونی که کوچکتر از 0. خب این خیلی مهمه. پس بنابراین اند هم به این صورت به راحتی نوشته شد. خب بریم سراغ درسمون. این هم استراتژی اند ما بود. حالا تمرینات. برای نمرات زیر طبق جدول عبارات به وسیله فرمول نویسی عبارت مورد نظر رو قرار بدیم. خب ببینید باز ما این محدوده رو کوچکتر کردیم. شما میتونید این رو هم به عنوان تمرین انجام بدهید. تمرین بعدی، به دوربین ها نمرات ذیل رو دادیم. حالا شما میتونید امتیاز بندیشون رو از اینجا بر طبق این امتیازات عبارت مورد نظر رو در کنار این قسمت قرار بدید. مثلا برای 13 باید بگیم که اگر امتیاز بین 12 و 16 Cه. برای 20 میشه D. اگه بین 0 و 12 است D. اگه بین در اصل میشه گفت 18 تا 20 Aه، پس A میدیم بهش. برای 17 B و برای 10 در اصل میشه گفت هیچ عبارتی اینجا نباید قرار بگیره. یعنی من عبارتی نباید داشته باشم، باید بزنه out of range. البته خب اینجا عبارتی قرار نمیده چون کوچکتر از 20 و بزرگتر از 0 out of range. خب خیلی خب دوستان عزیز، امیدواریم از این جلسه لذت لازم رو برده باشید و بتونیم انتقال دانش خوبی رو به شما داده باشیم و امیدواریم شما رو در نمایندگی انقلاب و شعبات دیگه مجتمع فنی تهران ببینیم. با آرزوی موفقیت برای شما.